کتاب وقتی که آدم میخونه نقطش برا میشه وقتی آدم کتاب میخونه حرف زنیش راحت میشوه. من پیشنهاد دارم به تمام برادرایی که از کار میبیوین خسته ناراحت همین اول تماشا کنید، واقعا لذت میبرید. این یک اکتیور است، یک مسخره باز است. این برای همین مسئله های ونوتری را برای مردم یک شهر بتین که چی اخبارات رو ونوتری حل میکنی، چی معنی داره؟ یعنی این فلسفه همین گپ چی است؟ شاید اون گپ خیلی واقعا با مورد و خیلی منطقی است. من بی سواد شاید نمیفهمم، شاید من کم سواد، شاید من که فهمیشم دیدگاه و نظرم در سطح یک اکادمیک نیست و در سطح یک فیلسوف نیست، ولی این نمیدونم دا واقعا این یا وزیرن ای مردم، این یا وزیرن ای مردم، وزیر یک ساحه کلان نمایندش. برای واقعا یک کمی سیاست هم خوب است، اما بعضا مورد باید یک کمی بریم داخلی ماشین بیزنس ها. مرحمت. اخبارای میخونید، اخبارای سیاسی هم منظورم دارم، مثلا در میبینید از تلویزیون یا که خیلی گفتید که از اینترنت کمتر استفاده میکنید، از تلویزیون خارج از کشور اصلا خیلی داخل به فکرم که میبینید. ما خیلی چورا ما تماشا نمیکنم. من بسیار کتاب میخونم. کتاب وقتی که آدم میخونه نقطش برا میشه وقتی آدم کتاب میخونه حرف زنیش راحت میشوه. من پیشنهاد دارم به تمام برادرایی که از کار میبیوین خسته ناراحت همین اول تماشا کنید، واقعا لذت میبرید. این یک اکتیور است، یک مسخره باز است. این همین میبینی که همون غم و او فکوفی که از کار می بیرون میشه. واقعا من جدی میگم، من یا در تیک تاک موندگیم هر وقتی که کمی عصبا خراب شد میدرم یا همین گوش میکنم میرم دنبال کتابی اودینه و داخونده و مرگز طور سه چهار رکعت کتاب میخونه. آی وزیر، آی رئیس کمیته، آی به خدا این میلیارد دیگه وزیر و رئیس نداشته است که این سلوچور هم را در کتاب میده است. مثال این نیا که الان این نفر کارگری حکومت است، این جنایتکار است، به خدا جنایت است. در آفیس دولتی ایسای بودجه دولت کرایه آفیس داده می شود، ایسای بودجه کشور ماشین دولتی خدمتی برای داده می شود، راننده داده می شود و همه اون چیزی که در آفیس است حساب دولت است. این احمق در جای نشسته است ماشین بیزنس کرده است. واقعا یا دولت افسانوی است. این دیونه شده کجا اینجا ماشین بیزنس خونه است خود به خدا در قصه دولتداری نیست. همین مردک خوب واقعا کو هم 6 تا در آفیس صورتای جای کارش زد خونه فروشی را کو ادیق داره که پرودگی کارگری حکومت های اصلا تجارت کردن با یک نفری که کارگری حکومت است، خصوصا این مردک رئیس کمیته علاقه است. میفهمید چقدر یک مسئولیت بزرگ است. کتابی آخونده و داخونده و نمیدونم عینی و صدرین عینی و مرگ سودخور و دیگر و همه کتابا و اثرها رو گرفته است در جای کارش ماند است و چای دم کرده از راحت بیزنس کرده است. توجه که پروا داره که مردم اینترنت داره نداره، علاقه هست نه، پولی مردم چقدر شرکت ها میدوزن نمیدوزن، این دیونه دقیقش نیست. این همین شتای تجارت کرده عجایب دولت هایده واقعا. یا دولتی که نمی مسخره بازا راهبرنده این مسخره باور که این مسخره بازی از او سوی عزیز. اگر همین عمل در یک کشور یک کم ترک انسان ها راهبر باشن که باور که این رئیس به استعفا میروه. جنایتکار است این نفر، به خدا جنایتکار است. قانون کشور من کدگی است، سر قانون کشور من کدگی است. این مردک خوب جنایتکاره، یک جنایتکار آمده است راهبر است. این دیونه جنایتکار است. اخبارات ونوتری حل میکنه. اخبارات رو ونوتری حل میکنه.
نفهمیدم ده واقعا این اکادمیکا حرفای خیلی عثمانی میزنن. من نمیفهمم واقعا چه اخبارات رو فنوتری حل میکرده باشه. هیچ نمیفهم. مضمون و منطق میگه پناه. من خواهش میکنم یکم روشن فکر و اهل از نمیدونم از اتفاقی نمیدونم نویسندگان از اتفاق ژورنالیستان از اتفاق فلان کدام نهادهایی که هستین برای همین مسئله های فنوتری را برای مردم از شهر بتین که چه اخبارات رو فنوتری حل میکنی چی معنی داره یعنی این فلسفه همین گپ چی است شاید اون گپ خیلی واقعا با مورد خیلی منطقی است من بی سواد شاید نمیفهمم شاید من کم سواد شاید من که فهمیش و دیدگاه و نظرم در سطح یک اکادمیک نیست و در سطح یک فیلسوف نیست و یک سیاستمدار خیلی درجه حرفه‌ای نیستم شاید نمیفهمم واقعا شاید گناهیم هست متاسفانه اما همین من نفهمیدم از شما خواهش میکنم همین اخبارات را که یک نفر فنوتری حل میکنه همون چه حل کردن در کار است که ما همین اخبارات را فنوتری حل کنیم پوبلیشن شما بیشتر کتاب بدیهی میخونید او همین случай را ما کتابا دا високий خوندگیم برای همین آخرام مرتبه کدام کتاب خونده بودید негативní مثال کتاب نیسو اودینا ابو کمال مرگ سودخور همین چورا همین چیزی که یا экономический характер дорад мощно связан бизнес да удавронад камё конкретный бизнес ай амёра мехонем мардум хатим мусбат баъд мо масалан як характери бениҳоят дилсӯзӣ дорем чандин маротиба шатҳо мехӯрем ане ки бо ҳамон дилсӯзӣ мо давом медиҳем ҳамин одамеро ки касеро ки мо дар бар мегирем дастгирӣ мекунем ҳамон одам дар бораи мо менависад душмани мо мешавад дастгирӣ намекунад این خیلی آدمو هست حیاتا دست گرفتن هم میتونی دیل نرنجان همین پرینسیپ خطی کار میکنی نه که تونیست من دستی اون کسا میگیرم برای خودم نه اوینده فرزند داریم نبیره و نوسه داریم همین چیزی که یا экономический характер дорад мощно связан бизнес да удавронад камё конкретный бизнес ай همین میخونیم مردم خطی مثبت همون اثرایی که نام میگیره هیچ منطقی نداره که همون درباره تجارت درباره بیزنس درباره سرمایه گذاری درباره حل کردن کدام مشکلات درباره فنوتری حل کردن چه چیزایی گفته باشه او اثرهای استاد صدرنعینی اصلا منطق و مضمون و فکرانی اوجا در اوجا چیزهای دیگر ذکر شده است ولی این نمیدونم ده واقعا این یا وزیرن ای مردم این یا وزیرن ای مردم وزیر یک ساهای کلانه نمایندش این خیلی سلوچیو را ونوتری حل نکنه این مردک خوب اینه دیدی این را باید واقعا در کتاب گینس داخل کردن در کار است یا که نمیدونم جایزه یکم جایزه بزرگترین جایزه در دنیا چی است خب فراموش کردم نمیشه باید برای این داده شوه باید داده شوه که این همه مشکلاتایی که در روی دنیا هست یا که در تاجیکستان هست این رو ونوتری حل میکنه این باید یک شخص خیلی این اصلا این بها نداره این در همون حرف زنی بها نداره این کتابا ماشینی سوی از بیزنس داشته است ابو کمال نیسا خدای